هر کی که اسم و رسمی داشت و دستش به جای بند بود از رام الله و سراسر اراضی فلسطینی خودش رو به قصر فرهنگ محل برگزاری کنسرت بانی ام رسونده بود و اونها نیز واقعاً طرفدارانشون رو مایوس نکردند. علاوه بر ددی کول، بانی ام تعدادی از آهنگای کلاسیک و مشهور خود رو از جمله سانی و ما بیکر رو اجرا کردند. امسال مدیران فستیوال بین‌المللی رقص و موسیقی فلسطین امیدوارند در پرتوی این جشنواره افکار عمومی رو نسبت به مشکلاتی که فلسطینی‌ها در دسترسی به منابع آبی خود دارند آگاه کنند و البته حضور بانی ام در افتتاحیه این فستیوال کمک بزرگی به تلاش اونها محسوب میشه. احساس فوق‌العاده‌ای داره. واقعا منو شگفت زده کردن. اونا هنوز کارشون خیلی قویه. همه ما رو خوشحال کردن و به رقص درآوردن. من واقعا از ذوق و انرژی اونها شگفت زده شدم. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. هرچند همه اونها از اعضای اولیه گروه نبودن، کارشون واقعا حرفه‌ای بود. جدا احساس کردیم در رام الله نیستیم و به جای دیگه‌ای برده شدیم. امشب در شهر رام الله گروه بانی ام ثابت کرد که دیسکوی دهه 70 هنوز زنده است و در حال بازگشته. محمد منظرپور، BBC رام الله.